باورم نمیشه این همون پیراهن سوم رسمی بارسلونا بر فصل جدید است. واقعا یکی از بهترین و از زیباترین پیراهن‌هایی که تا الان دیدیم. راستش وقتی که تصاویر اولیه بیرون شده بود زیادتر کسا میگفتن این لباس اصلا زیبا نیست و ناامید کننده است و از این حرفا، و یکی از اونا خودم بودم که اصلا میگفتم قشنگ نیست. اما حالا که نسخه نهاییش منتشر شد واقعا یک شاهکار است. ترکیب رنگ مشکی که به بنفش تیره محو میشه در کنار لوگوی طلایی بارسلونا و اسپاتیفای، واو، واقعا جذاب است. باور کنین چون طرفدار بارسلونا هستم میره نمیگم، واقعا این میتونه یکی از بهترین کت‌های سوم تاریخ فوتبال باشه. پدری، گاوی و بقیه بازیکن‌ها هم با این لباس فوق‌العاده به نظر میرسن. مطمئن هستم بدون شک همین که لباسا وارد بازار شود ظرف مدت کوتاه ناموجود میشه، یعنی خیلی سخت میشه که پیداش کنی. به نظر شما چطور؟ این تنها به نظر من قدر قشنگ میاد یا که واقعا قشنگ است؟ قشنگترین پیراهن بارسلونا در سالهای اخیر نیست؟